بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله به فضل عنایت الله رب العالمین به داستان دیگر، داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ستارگان مدرسه هدایت رسیدیم. داستانی رو که امروز میخوایم باهاش بخونیم بانوی بزرگوار، صحابیه گرامی و فاضل ربیع بنت نصر انصاری هست. خب بد نیست که این داستان رو ببینیم و با هم بخونیم. داستانی جالب و شگفت‌انگیز و اثرگذار و روح افزا هست. نکته قابل تأملی که وجود داره، ایشون یکی از زنان انصار هست، از زنان بزرگوار انصار هست، زنانی که آموزش گرفتن، سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو یاد گرفتن، در صداقت ایمانی، در صبر جمیل و زیبایی که داشتن، در اخلاصی که برای الله رب العالمین داشتن و از همه مهمتر محبتی که نسبت به ایمان داشتن، به ایمانی که شگفت انگیزتر از اون چه که ما تصور میکنیم، ایمانی قوی تر از کوهها و بلند مرتبه تر از هر استواری و هر عظمت دیگه. ولی ربیع بنت نصر انصاری که ایشون خزرجی هست، از قبیله نجار هست، خواهر انس بن نضر هست. خوب دقت کنید، خواهر انس بن نضر صحابی مشهور هست که یکی از اصحاب مشهور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و ایشون در واقع عمه انس بن مالک هست. انس بن مالک خدمتگزار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. این ارتباطات رو چرا نقل می‌کنیم؟ برای اینکه بتونید اینا با هم یک مجموعه متشکل و به هم بافته ایمانی هستن. خانواده هایی که بر اساس ایمان به هم متصل هستن، رشته ها و پیوندهای محکمی که در این جریان وجود داره. ربیع همسر سراقه ابن حارث نجاری انصاری هست که فرزندی به دنیا آورد براش، باز به نام حارثه، به همین سبب که ایشون رو هم بالاخره به نام امیر نقل کردن که ربیع خواهر صحابیه‌ای هست که از اصحاب پیامبر هست که خواهر صحابیه که یاران رسول خدا، معروف به ام حکیم بنت نصر. در هر صورت ایشون هم مسلمان شد، ام حکیم، و با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرد. نکته اینجاست، از همون لحظه‌ای که اسلام در این خانواده گرامی اومد، در مدینه اومد و نور اسلام اومد، خب ام حارث از این بهره مند شد، از این هدایت بهره مند شد. به عبارتی ربیع همین ام حارث از این نعمت بهره مند شد و خب ایشون هم به موقع و کاروان مسلمانان ملحق شده بود و از این فضائل و برتری ها و نور ایمان و درس کرد کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مفاهیم دینی و در همون نسل اولیه بهره مند بود، به گونه‌ای که تاریخ اینها رو به خوبی نقل میکنه و که چگونه اینها سعی میکردن که گونه‌ای عمل کنن رضایت خداوند رو فراهم بکنن. ربیع رضی الله عنها خب از کسانی بود که خداوند ایشون رو هم گرامی داشته بود، مثل سایر یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و بهترین پاداش و نصیب اینها کرده بود و ایشون هم تونسته بود فرزند خودش رو به خوبی تربیت بکنه، چه پسرش و چه دختر خودش. ایشون حارث رو آماده کرده بود تا سربازی از سربازان سپاه حق باشه، مجاهدی از مجاهدان راه توحید باشه و فضایل رو در قلب پسرش کاشته بود که بدون برترین و بالاترین راه جهاد در راه مسیر الله رب العالمین بود. از همه مهمتر محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در قلب فرزندان خودش به راحتی غرس کرده بود، کاشته بود، تا جایی که اینها شهادت در راه خدا رو برترین چیز خودشون در زندگی میدونستن. حارثه ابن سراقه خب که فرزند ام حارث هست، در واقع ربیع هست، یکی از جوانانی هست که بر اساس ایمان قلبش شکل گرفته، رشد پیدا کرده و سرشار از این شده و همیشه محبت شهادت در راه خدا در قلبش یعنی موج میزد و دوست داشت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رو به قول معروف رضایت پیدا کنه نسبت به این و حالات این رو متوجه باشه. میگه این روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم با حارث برخورد کرد، گفت کیف اصبحت یا حارثه، امروز چطوری هستی، حال روزت چطوره؟ سبحان الله، خدا به ماها رحم بکنه. ایشون گفت اصبحت مؤمنا بالله حقا، من حقیقتا به راستی یا رسول الله به الله ایمان آوردم و ایشون رو در درون و وجود و روح خودم حس میکنم. پیامبر گفت انظر ما تقول فإن لكل قول حقیقه، نگاه کن چی داری میگی حارث، هر سخنی یک حقیقتی داره، تو چی درک کردی، چقدر درک کردی مگه؟ قال یا رسول الله، گو یا رسول خدا، عزفت نفسی عن الدنیا فاسهرت لیلی،
نفس من، روح من این دنیا رو رها کرده. من شبها رو بیدارم در یاد خدا و عظمت و نهار، یعنی شبها رو عبادت میکنم و روزها رو روزه میگیرم، یعنی روزها رو تشنگی میکشم، روزه میگیرم. فکأنی به عرش ربی بارزن، گویا که من در کنار عرش پروردگار هستم. و کأنی انظر الی اهل الجنه یتزاورون فیها، یا رسول الله گویا که من دارم بهشتیان رو میبینم که در اونجا همدیگر رو زیارت میکنند و میاند و میرن. کأنی انظر الی اهل النار یتعاوون فیها، من گویا که اهل جهنم رو میبینم، جهنمیان رو میبینم که سر و صدا و ناله هاشون بلند هست. پیامبر گفت ابصرت فلزم عبد، تو دیدی حقیقت رو، پس بر این حالتی که داری پایدار بود بمون. ای بنده خدا، بدر الله الایمان فی قلبک، این سخن پیامبر اینه که خداوند ایمان رو در قلب تو به طور حقیقی کاشته و اون رو آبیاری کرده و رشد داده. حارس چی گفت؟ یا رسول الله ادعو الله لی به شهاده، خدا رو بخواه که شهادت رو نصیب حال من بکنه. فدعا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ذالک، رسول خدا هم براش این دعا کرد که خدای شهادت رو نصیب حارس بکنه. بالاخره وقتی که در جنگ بدر اومد، حارس هم با دعاهای مادرش وارد میدان جنگ شد. میدان جنگ آغاز شد و بالاخره تنور جنگ داغ شد و ایشون هم در اون میدان جنگ به شهادت رسید و دعای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حق حارس قبول شد و حارس هم به شهادت رسید. ابن اسحاق نقل میکنه اول قتیل من المسلمین فی معرکه مهجع مولا عمر بن خطاب، اولین کسی که در جنگ بدر به شهادت رسید مهجع هست، غلام عمر، یا اون بالاخره کسی که برای عمر رضی الله عنه کار میکرد، که رمیه به سهم فقتله، با تیری پرتاب کرد و اون به شهادت رسید. ثم رمیه بعده حارث ابن سراقه، بعد از اون حارث ابن سراقه به شهادت رسید به سهم که این تیر میگه خورد در گلوی ایشون و ایشون به شهادت رسید. خوش به حال اینها که واقعا از چه نعمتی بهره مند بودن. حالا خب حارثه به شهادت رسید، خبر شهادت به مادر ایشون رسید، به خواهر ایشون رسید و خب هر دو اینها در مدینه بودن. میدونید مادر چه برخوردی کرد؟ گفت والله لا ابکی حتی یقدم رسول الله صلی الله علیه و سلم، من دیگه گریه نمی کنم، بیتابی نمیخوام بکنم تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیاد و من از ایشون سوال کنم. ان کان ابنی فی الجنه، اگه پسرم در بهشت باشه، شهید شده باشه، یعنی دیگه رفته باشه بهش، لم ابک علیه، هرگز بر اون گریه نخواهم کرد و اصبر و احتسب، صبر میکنم و پاداش این رو نزد الله رب العالمین حساب میکنم. و ان کان فی النار، اگر ما بچم شهید نشده باشه و جهنمی شده باشه، حالا به هر علتی ممکنه برخی در میدان جنگ برند و بالاخره برای ظواهر یا هر چی دیگه کشته شده باشه و پیامبر من خبر بده که این در آتش جهنم، دیگه اینجاست که من بر فرزند خودم گریه خواهم کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بالاخره بعد از غزوه بدر پیروز برگشتن، اونطوری که امام بخاری از سایر مورخین نقل میکنه. ایشون اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم: یا رسول الله، به من از حال حارثه خبر بده. الا تحدثونی عن حارثه، نمیخوای از حال حارثه من خبر بدی؟ و ان کان فی الجنه صبرت، اگر حارث در بهشت من صبر میکنم. و ان کان غیر ذلک اجتهدت علیه فی البکا، اگر ببینم اگه در بهشت نیست، من دیگه می نشینم تا جایی که بتونم بر اون گریه خواهم کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: یا ام حارثه انها جنان فی الجنه، اون در باغی از باغهای بهشته، یعنی در بهترین موقعیت بهشت است. ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، فرزند تو بهترین موقعیت بهشت رو دریافت کرده. در روایت دیگه اومده: و حارثه فی الفردوس الاعلی، حارث در فردوس اعلا قرار گرفته، در بهترین شرایط قرار گرفته. میگن ام حارث برگشت یا همین ربی و میخندید و میگو بخن بخلک یا حارث، خوش به حالت، خوش به حالت حارث. ثم دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خواست که ظرف آبی را آوردن، فقمس یده فی، دست رو تو اون فرو برد و مزمز فاه، پس اون آبی که این پیامبر مزمزه کرد، ثم ناوله، مقدار از آب خورد و به ام حارث داد. ام حارث از اون نوشید. بعد میگه که ثم ناولت ابنتها، و دختر ام حارث هم یعنی این ربی دخترش هم از این آب نوشید و گفت که از همین آب هم بر اون بالاخره این میگیم جیوب خودتون هم بپاشید. میگه فعلتا، اینا این کار رو کردن. فرجعنا من عند النبی صلی الله علیه و سلم، ما نزد پیامبر برگشتیم و ما بالمدینه امرأتان اقر عینا منهما ولا اثر،
که دیگه واقعا در مدینه امروز زنی نبود مگر به جز این دو زن که از همه چشمهاشون روشن‌تر بود و قلبشون روشن‌تر بود، آرامتر بود و به یک اطمینان و آرامشی رسیده بودند و اینها همه نتیجه ایمان بود، نتیجه پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، صدق و صداقت و پاکی بود که وجود داشت. میگن یک اختلافی بین ربیعه ام حارث و یکی همسایش افتاد، که از دختران همسایه دختران انصار افتاد و ربیعه در انسان دیگه نیا کنید نکات وقتی زندگی صحابه رو بخونید زندگی واقعی انسانی رو دارید میخونید. اختلاف شد، جنگ و دعوایی شد، ایشون بالاخره در اون جنگ و دعوا اینطور شد که دندانهای دو تا دندانهای اون دختر همسایه در این دعوا شکسته شد توسط ایشون. حالا که اینجا اومدن پای حل دعوا، خانواده اون گفتن که ما میخوایم قصاص بشه. خانواده ربیعه رفتن توی خب شما بیاین ببخشید گذشت کنید، حالا اتفاقی پیش اومده، اومدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و پیامبر هم دستور داد که باید قصاص بشه. برادری ایشون خوب نگاه کنید، انس ابن نضر رضی الله عنه، ببینید حالات و روحیات اینها رو و برکات دعا و قلبیات اینها رو. اومد گفت یا رسول الله اتکسر ثنیه ربیعه، آیا میخواید دندونهای ربیعه شکسته بشه یا ام حارث؟ لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، قسم به کسی تو رو به حق فرستاده کاری نکن که دندونهای این شکسته بشه. فالهم الله عز وجل، خدا الهام کرد به اون قوم، فعفو، اینها گذشت کردن، یعنی طوریش قلبهاشون نرم کرد، گذشت کردن الربیع و صفحه بعد انتنه. بعضی مخالفت میکردن، میگن نه باید قصاص بشه، همه راضی شدن، طوری آرامش پیدا کردن و گذشت کردن، گفتن ما بخشیدیم. بعد ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی میگه، ان من عباد الله، از بندگان خدا کسانی هستند ولو اقسمن، اگر قسم بخورن علی الله، به خدا سوگندی رو بخورن، لابره، که خداوند قبول میکنه سوگند اینها رو و سوگند اینها رو به نتیجه میرسونه. از اونها انس ابن نضر هست، یعنی کسانی هستن که این گونه هستن و یکی از اون شخص ها انس ابن نضر برادر همین ربیعه هست یا ام حارثه و این نشون میده که ربیعه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم از چه موقعیتی بهره مند هست. بله ایشون خواهر شهید هم هست، چرا که انس ابن نضر هم در جنگ بدر نتونه شرکت بکنه و این براش خیلی سخت بود. این بود که ایشون در غزوه همیشه هم غبطه میخورد که چرا در جنگ بدر نبود در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و میگفت من بعد از اون دیگه هر جنگی باشه حتما کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواهم بود و ببینید چه خواهم کرد. تا اینکه این گونه شد که انس ابن مالک نقل میکنه که ایشون در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ احد بود و سعد ابن معاذ فاستقبل سعد ابن معاذ فقال له انس ابن نضر، میگه سعد ابن معاذ اومد انس ابن نضر گفت یا ابا عمرو، یعنی اون سعد کنیه‌اش هست، واهن یا عجب چی شده، لریح الجنه انی لاجده دون احد، من دارم بوی بهشت رو حس میکنم، یعنی بدون اینکه هیچ واسطه‌ای وجود داشته باشه. و ایشون در اون میدان جنگ چنان پیکار کرد، مبارزه کرد در برابر کسانی که می‌خواستن رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به شهادت برسونند و مسلمانان رو نابود بکنن و برای غارت و بغاوت اومده بودن تا اینکه به شهادت رسید. میگن وقتی جسد ایشون رو پیدا کردن 80 خورده‌ای، حالا 83 یا تا 87 89، یعنی ضربه نیزه و شمشیر و اینها بر بدنش فرود اومده بود. میگه فقالت اخته، یعنی عمتی الربیع ابن نضر، خواهرش چی گفتش که میگه من فما عرفت اخی الا به بنانه، من برادرم نشناختم مگر به سر انگشتانش، تکه پاره شده بود، یعنی چنین مبارزه قهرمانانه کرده بود. تا اینجا که این آیه قرآن نازل شد و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان کسانی هستند که صداقت دارن در عهد و پیمانی که با خدا و رسول بستن، تعدادی از اینها به شهادت رسیدن و کسانی دیگه هم هستن که منتظرن تا آنچه که خداوند فراهم بکنه. بله این میگه آیه نازل شد در شأن این صحابی بزرگ و اصحاب پیامبر و ام حارث همه اینها رو به راحتی پذیرفته بود و میدونست که اینها در بهشت کنار هم هستن بزرگواران و براش جز خیر و نیکی چیزی دیگری وجود نداره. خب داستان ما در اینجا به پایان میرسه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز دیگه و فرصت دیگه در پناه خدای متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتون.